پرزیدنت ترامپ ضمن محکوم کردن حملات مسلحانه به 2 مسجد در نیوزلند که به کشته شدن دست کم 49 نفر و مجروح شدن شمار دیگر انجامید، تأکید کرد که آمریکا در کنار مردم آن کشور می ایستد و گفت هر کاری که از دستمان برآید انجام خواهیم داد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز بر اهمیت جلوگیری از وقوع این گونه اعمال خشونت‌آمیز در نیایشگاه‌ها تأکید کرد. گزارش شیده رضایی حاوی جزئیات بیشتری در این باره است. ظهر جمعه به وقت محلی یک مرد مسلح در حالی که به صورت زنده فیلم عملیات خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد، به مسجد نور در شهر کرایست چرچ نیوزیلند حمله و به سوی نمازگزاران شلیک کرد. او از کنار من گذشت. فریاد زدم اینجا چه می‌کنی؟ پاسخ نداد و شروع به تیراندازی کرد. سپس به داخل مسجد رفت و تک تک افراد را هدف گرفت. عده زیادی کشته و مجروح شدند. 10 نفر در جریان این حمله و حمله دیگری به نماز جمعه مسجد لینوود به قتل رسیدند. پلیس و نیروهای امدادی نیوزیلند به سرعت در محل حاضر و مظنونان را بازداشت کردند. تا به حال یک مرد 20 و چند ساله به اتهام قتل بازداشت شده است که فردا به دادگاه فرستاده می شود. 3 نفر دیگر نیز توقیف شدند، اما هنوز اتهام آنها مسجل نیست. به نقل از نخست وزیر استرالیا، مهاجم دستگیر شده یک تروریست افراطی دست راستی متولد استرالیا است. به وضوح امروز یکی از تیره‌ترین روزهای تاریخ نیوزیلند است. اتفاق امروز یک خشونت بی سابقه و غیرعادی است. بسیاری از قربانیان امروز مهاجران و پناهندگان ما هستند. اینجا خانه آنهاست، نه خانه کسی که این جنایت وحشتناک را علیه ما مرتکب شد. نیوزیلند جای او و این رفتارهای وحشیانه نیست. دولت نیوزیلند سطح هشدار برای حملات تروریستی را بالا برده و پلیس از مساجد نیوزیلند خواسته است که درهای خود را بسته نگاه دارند. پرزیدنت ترامپ نیز با ارسال توییتی حمله و کشتار جمعی به مسجد را وحشتناک و مذموم شمرد. سایر رهبران جهان نیز حمله تروریستی امروز را محکوم کردند. من با نخست وزیر نیوزیلند در تماس بودم و مراتب همدردی خود و سایر اعضای اتحادیه اروپا و پیشنهاد همکاری برای مهار گسترش خشونت و نفرت را ابراز داشتم. رهبران استرالیا، بریتانیا، پاکستان، آلمان و چند مقام آمریکایی نیز پیام همدردی خود را توییت کردند. در همین حال فرانسه اعلام کرد به دنبال حمله به مساجد نیوزیلند در نزدیکی اماکن مذهبی این کشور نیروهای امنیتی و پلیس را مستقر می‌کند. شیده رضایی، صدای آمریکا.